خب مایع استنسیل چیه؟ مایع استنسیل مایعی که ما به وسیله اون میتونیم طرح رو روی بدن انتقال بدیم که حالا برندهای مختلفی داره. فقط یه نکته رو بهتون بگم که هر برندی یه قلق خاص خودش رو داره برای استفاده کردنش که اینو من به طور عملی باید کامل به توضیح بدم تا متوجه بشید، چون زیاد توضیحات خاصی نداره. فقط یه موضوع رو توی ذهنت همیشه باشه زمانی که میخوای از مایع استنسیل استفاده کنی، اونم اینه که هیچ وقت نباید با مایع استنسیل خیلی سطح پوست رو خیس کنی. همیشه باید یه لایه خیلی نازک و براق روی سطح پوست باشه تا میخوای طرح رو روی بدن انتقال بدی، چون اگه سطح پوست خیلی خیس بشه با این محلول و زمانی که شما انتقال طرح رو انجام بدین طرحتون کاملا پخش میشه. پس این موضوع رو حواست باشه که باید یه مقدار خیلی کمی ازش استفاده بشه و نباید خیلی سطح پوست خیس بشه، چون باعث میشه که طرحمون پخش بشه. خب بریم سراغ بحث کاغذ استنسیل که کاغذ استنسیل